بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دوستان عزیزان محبین شیعیان، در جلسه دوم هستیم از مجموعه جلسات فتواهای شرم‌آور. در این جلسه به این خواهیم پرداخت که آقای رازی از علمای بزرگ شافعی میگه که تعداد زنها، یعنی اگر بخوای زن بگیری تعداد زنها محدودیت نداره، یعنی این که میتونی 50 تا زن بگیری، اصلا هیچ محدودیتی وجود نداره. این رو در تفسیر رازی در جلد 9 در صفحه 142 میگه. وقتی که از اهل بیت عقب بیفتی متاسفانه این فتواها رو هم خواهید دید. و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.